ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم. صدق الله العظیم. خدمت همه صائمین ماه مبارک رمضان، بندگان محبوب الله سبحانه و تعالی، کسانی که روز در صیام هستید و شب در قیام، و کسانی که به علت و سبب که شریعت معذور دانسته یا مریض هستید و یا در سفر، خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. رمضان و این مدرسه بزرگ برای ما درس ها داره. یکی از درس های رمضان این است که رمضان ماه جود و بخشندگی است، ماه احسان و مهربانی است. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت میکنند، میفرمایند: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. رسول معظم اسلام سخاوتمندترین مردم بودن و این سخاوتشان بیشتر میشد در ماه مبارک رمضان. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه جود و بخشندگی داشتن. جود و بخشندگی رسول صلی الله علیه و سلم همیشه بود، در تمام ماها و در تمام وقتها بود، اما در ماه مبارک رمضان این جود و بخشندگی بیشتر میشد، که این دلالت بر این میکنه که ماه مبارک رمضان ماه جود و بخشندگی هست، ماه لطف و مهربانی هست، ماهی است که باید از حال فقرا و مستضعفین واقف شد. ماه مبارک رمضان برای صدقه و احسان فرصت عظیم و بزرگ است، چون اجر و پاداش نسبت به ماهای گذشته اضافه تر هست. صدقه‌ای که در رمضان داده میشه، احسانی که در رمضان میشه، انفاقی که در رمضان میشه، به طریق اولا اجر و ثوابش بالاتر و والاتر نسبت به ماهای دیگر هست. رمضان ماه جود و بخشندگی است. در رمضان توجه به فقرا و مساکین و مستمندان بیشتر میشه و باید هم بیشتر باشه، چون وجه مشترک بین فقیر و غنی پیدا میشه. فقیر همیشه طعم گرسنگی را میچشه، غنی در ماه مبارک رمضان طعم گرسنگی و تشنگی را میچشه. وقتی شخصی که غنی بود، ثروتمند بود، عملاً دید که گرسنگی چقدر سخته، تشنگی چقدر سخته، محتاجی چقدر سخته، اینجا حرکت میکنه انسان مؤمن و انسان خدا ترس به طرف فقرا و مساکین و مستمندان
و به طرف محتاجان و اینها. الله سبحانه و تعالی در آیات زیاده مسئله انفاق را مطرح کرده که شما انفاق داشته باشید، شما در راه الله سبحانه و تعالی نفقه کنید. الله سبحانه و تعالی می فرماید مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. کسانی که در راه الله انفاق میکنن الله مثل اونها را بیان کرده که وقتی یک دانه در زمین بذر میشه، از او یک دانه میبینیم خوشه بیرون میشه و داخل هر خوشه میبینیم که دانه های زیادی هست. در راه الله سبحانه و تعالی وقتی کسی انفاق میکنه، بذل و بخشش داره، بانگ الله سبحانه و تعالی بر او معامله‌ای که شخص با الله کرده چنان فایده میگذاره که خود شخص متحیر میمانه. پس معامله با الله سبحانه و تعالی داشته باش. الله سبحانه و تعالی در آیه دیگر و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه، یا در آیه دیگر من قبل ان یأتی احدکم الموت. مسئله انفاق و مسئله صدقه دادن و کمک کردن برای فقرا و بینوایان چنان حالتی داره که الله سبحانه و تعالی در این آیه ببینید چی زیبا اشاره میکنه. و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. شما انفاق کنید پیش از این که مرگ به سراغ شما بیایه. هنوز اسرائیل به بالین تو مسلمان ننشسته، در راه الله انفاق داشته باش. کمک به فقرا و مستضعفین و به مدارس و به مراکز علوم دینی داشته باش. کمک به ایتام و به بیوه‌زنان و به محتاجان داشته باش. اما لحظه‌ای که ملک الموت به بالین تو نشست، انسان چی میگه؟ فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب. ای الله یک لحظه برای من مهلت بدی، یک فرصت اندکی برای من فقط مهلت بدی تا چه کار بکنم؟ فاصدق و اکن من الصالحین، تا در راه تو صدقه داشته باشم، انفاق داشته باشم، در راه تو بذل و بخشش داشته باشم. پس به اینه که ماه مبارک رمضان ماه بذل و بخشش هست، ماهیه که ما باید از آنچه که الله سبحانه و تعالی به دسترس ما قرار داده، تنها بذل و بخشش بذل مالی نیست، جود و بخشندگی تنها مسئله مالی نیست. اگر عالمی از علم خود جود و بخشندگی داشته باش، در مسجد خود درس داشته باش، در مسجد محل خود دوره تفسیر و فقه داشته باش، بندگان الله را متوجه بساز، از مسائل دین آنها را واقف کن. اگر سرمایه دار هستی، از سرمایه خود در راه الله سبحانه و تعالی خصوصا در این ماه مبارک رمضان انفاق بکن، صائمین را افطار بدی. اگر سرمایه نداری، علم نداری، فقط از اخلاق خود تبسم، یک تبسمی طرف برادر مسلمان صدقه هست. یک کسی را تشویق کردن، مشوره خوبی دادن، کسی به بیراه میره او را متوجه ساختن، همه اینها بذل هست، همه اینها بخشش هست، همه اینها صدقه هست. پس به اینه که ماه مبارک رمضان ماه جود و بخشندگی است. وقتی نگاه میکنیم به زندگی سلف صالح، بزرگان دین، آنها
چقدر بذل و بخشش داشتن. بعضی انسان ها فکر میکنه من باید تاجر باشم تا اینکه بذل و بخشش داشته باشم، من باید سرمایه بزرگ داشته باشم، تجارت بزرگ داشته باشم. چنین نیست. الله سبحانه و تعالی از ما زیاد نخواسته. لیبلوکم ایکم احسن عملا. نکات قرآن را متوجه باشید. الله سبحانه و تعالی شما را امتحان میکنه، ابتلا میکنه، آزمایش میکنه تا کدام یک شما عملی که احسن هست انجام میدهید. الله سبحانه و تعالی در این آیه احسن گفته، اکثر نگفته. الله از ما اکثر نخواسته، احسن خواسته. پس به این خواهر مسلمان، برادر مسلمان، ما وقتی بحث از بذل و جود و بخشندگی میشه، ما نباید احساس بکنیم که من کم دارم. یک افغانی در راه الله سبحانه و تعالی، یک دانه خرما برای به یک شخص دادن، یک جرعه آب برای کسی که افطار میکنه دادن، یک جرعه شیر، یک قطعه نان خشک. لازم نیست که سفره ها پهن بشه، غذاهای رنگارنگ گذاشته بشه. اخلاص مهمه. اخلاص. لیبلوکم ایکم احسن عملا. خیلی از مردم در شرایط امروزی میگیم چرا مدرسه و به دارالعلوم و به دارالایتام و به فلان مرکز علمی و برای فلان مستمندان و فقرا و اینها کمک نمی کنید؟ میگه من ندارم چیزی، چون احساس شرم میکنه اگر شیء اندکی بیاید در راه الله بده. الله سبحانه و تعالی احسن خواسته نه اکثر. حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را متوجه باش که میفرمایند اتقوا النار، شما خود را وقایه کنید از آتش جهنم. به چی؟ خیلی مهمه. وقایه کردن و حفظ کردن از آتش جهنم. آیا الله گفته شما در راه من طلا بدیم، نقره بدیم، میلیون ها بدیم؟ الله سبحانه و تعالی احسن گفته نه اکثر. رسول صلی الله علیه و سلم به اینجا میفرمایند اتقوا النار، شما خود را وقایه کنید از آتش جهنم. به چی وقایه میشوید؟ ولو بشق التمر. الله اکبر. ولو به نصف خرما. نصف خرما به دستتون میرسه از راه حلال در راه الله، نصف خرما بدی، به اخلاص بدی، همون نصف خرما تو را از آتش جهنم نجات میده. فکر نکن که معامله با الله سبحانه و تعالی سخته، خیلی آسانه. فقط مهمترین چیز اخلاص هست. میگه این سعادت به زور و بازو نیست. کسانی هستن میلیون ها سرمایه دارن ولی کار خیر از دست اینا بر نمی آیه، اما کسانی هستن که از معاش ماهانه خود کارهای بزرگ خیر انجام میدن. داریم در بین جامعه کسانی که معاش خود را در ماه به ماه، برج به برج، معاش خود را شیء قلیل و اندکی میگیرن، از او شیئی، قسمتی، جزئی در راه الله انتخاب میکنن و انفاق میکنن. خوشا به حال کسی که در راه الله چی کم و چی زیاد وقتی بذل و بخشش داره اخلاص را مد نظر میگیره. ماه مبارک رمضان ماه جود و بخشندگی هست، ماه لطف و مهربانی هست، ماهی است که هر کدام ما باید در تلاش این باشیم که با نوعی از انواع در جامعه خود بذل و بخشش داشته باشیم. هر کدام ما. اگر اغنیای ما در این ماه مبارک رمضان سر بزنن به شفاخانه ها، برن ببینن مریضانی که روی بستر افتاده هست، نگاه کنن آن مریضی که افتاده هست و پول دوا را نداره، او را شناسایی کنن، دوایش را
ادویه اش را آماده سازند، چی جای بس فرحت و خوشحالی است. سر بزنن به مدارس و علوم دینی، نگاه کنن طلاب مدرسه، حافظان قرآن، سر بزنن به دارالایتام ها، سر بزنن به خانه فقیر و مستضعف و بیچاره، برن تحت نام افطاری از فقیر خبر بگیرن، برایش افطاری ببرن، از مسکین خبر بگیرن، افطاری ببرن. چی لذتی داره که به رمضان با لب تشنه، با رنگ پریده، با هوای گرم حرکت بکنی و عرق بریزی، دنبال خانه فقیر و مسکین را جستجو کنید. آیا می دانید که بین جامعه ما خیلی کسانی هستند که ظاهراً خود را فقیر جلوه نمی دهند ولی سخت محتاجند، لباس نو دارند ولی نمی گذارن جامعه بفهمه که اینها محتاجند. آنها را شناسایی کن، فقرای جامعه را شناسایی کن، بیوه زنان را شناسایی کن، مریضانی که روی بستر افتاده هستند و پول داروی خود را ندارن، اونها را شناسایی کن. وقت بذل، بخشش، صدقه غضب پروردگار عالم را می نشانه. هر انسانی که وقتی می بینه دوچار مشکل شده و قهر و غضب پروردگار بر سرش آمده، در راه الله صدقه بده. صدقه هست که قهر پروردگار را، غضب پروردگار را از سر آن کسی که صدقه میده دور میسازه. بناهن ماه مبارک رمضان ماهیه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه جود و بخشندگی داشتن. در رمضان جود و بخشندگیشان بیشتر و بیشترتر میشد. بزرگان دین، سلف صالح، هر کدام را وقتی که نگاه میکنیم، عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما یصوم ولا یفطر الا مع المساکین. عبدالله ابن عمر وقتی روزه می گرفتن بدون مساکین افطار نمی کردن، در کنارشان مساکین نشسته بود. سبحان الله. و همچنین چنان جود و بخشندگی داشتن که وقت سحر غذایی که میخواستن سحری کنن، اگر میدانستن که فقیر و مستضعف و پریشانی نزدیکشان هست، غذا را برای او میدادن و همان روز را روزه داشتن که تا حتی بعضی روایات میاره که نزدیک بود که بیهوش بشن. این بذل و بخشش به خاطر چی بود؟ چون میدانستن که وقت انسان از دنیا بره، اولین ثمره و نتیجه‌ای که ببینه ثمره و نتیجه بذل و بخشش خود را میبینه و اینه که از الله تقاضا میکنه یا الله برای من مهلت بدی فاصدق و اکم من الصالحین. الله سبحانه و تعالی برای اغنیای ما توفیق بده که به خاطر شکر نعمتی که الله برایشان داده در راه الله بذل و بخشش داشته باشند. الله برای فقرا و مستضعفین و مستمندان ما توفیق صبر عنایت بفرمایه که آنها هم در راهی که روان هستند ثابت قدم باشن و صابر باشن. حتی فقیر اگر میبینه از او کسی مستمندتر، فقیرتر در کنارش هست، او هم بذل و بخشش داشته باشه، برای کسی که از او فقیرتر هست چیزی را عطا بکنه. الله سبحانه و تعالی به برکت این ماه مبارک رمضان همه ما را جز سخاوتمندان، جز کسانی که بذل و بخشش دارن قرار بده. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. ای رحمت پروردگار، ای بر خزان
البهار ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار. رمضان